میدونم سخته درکش ولی ما بالاییم و نیازی به دروغ نداریم. از اون بزن کنار جنزا خالی خری گوشی ضعیفی و حقوق نداری. سه تا لقب خوب مال تو پادشاه اینجا منم چون که تو رپ فارسی فنون نداری. بگو کدوم نوایی فقط تو رو خدا ساعتشو غروب نذاری. چون که بابام بهم گفته غروب نکش آدم منم گوش دادم دیگه چرت و پرت پشت من بسته حاجی. ما رپ و دور زدیم با 100 تا ماشین اما شما همیشه فکر در و داخل. ببین اکیپ من همه حسن قهر و قاطی. بگو ببینم اصلا میشه دل و جنگ و خالی چون ما تو سرمون بار میکنیم یه بنگ و باطی. ما مرامی نیستیم لنگ و لاشی بچه 5 ساله تو رو از سر حاجی. ما هم میبینیم رپ و با دیده قوی اگه میشه روی ترکام تو خیره نشی. حسابی تو بود میده بعدش میشه وحشی. فاز تکسایی تو از روی شیشه هشی برو ببر و پلی کن پیش هرکی. ما باره یه رپیم با دیشه قویت تو ریشه تو رما با تیشه زدی. ببین گنده های رپیم تو هم داری یقین. ما تو فکر قدرتی ما تو فکر خیلی اسکالی صداد میکنن همه تغییر. میخوای به ما برسی تو فاز ذکر شبی پیک اول از شدی ما رفتیم پیک بعدی. میشه توی کار شما به من ایده ندی چون به قاطی میکنه آیا میگه نبیرم میشناسم بهش میگم پیره وحشی. میگه از من نگو آجی خوب ببخشی. ما تو باران رکوردیم و پرفشنگی چشم برق میده منم مثل گربه وحشی. ولی از نوع پلنگ و فش به هرکی بهم ایول نگه تو که پشت ترشی. رپ مال منه بگو گندش بیا تو که فنچی. بیا ببین پشتم کیا دیدی بکسمو خونه سوخته نه کسی نده تو بدون حاجی سوژه کرد. خب اول میکنیم با شوفاش کرد بعدش تنگو میکنیم و گشاتر. میرم از خوش میرم کجا من بقا گرمم بگار روی اجاقم. اومدی پیشم گفتم خواهی مالی تعطیل برو بابا واسم فیلم تایتانی خرید. یه خود تو رپ منو نبید و همین گاییدم تو رو شب بود کسی ندید. سالیان سال من با رپ کلمات ضربان قلبم و هماهنگ بیت میزنم. اینجا تکسامون رو حالت عادیه هرکی بخواد لایی بره من بهش کیت میزنم. من این حرفا رو میزنم حاجی بد میرم اما کل خال تو رای کشور الان درگیرم. اون که حرفامونو نگرفت سردی کرد بره کمپلت. من نمیدونم داشت اصلا ببین چی بگم خدا همه دیدین دیگه. بچه های این ور اون ور بالا پایین شرق غرب شمال جنوب همه اومدن خایمالی کردن دیگه. مورد اومدن خایمالیشونو کردن رفتن. حالا بقیه حاشیه‌اش بماند. بالا یه حقیقت دروغ که بهت نمیگم داشت. واسه اون بچه 5 ساله ایلیا حمیدرضا هلپرینا رو میگم. آهنگساز خودم. حسام 04